این کتاب فقط فراگیر انشاءات ها، مؤسسه ها، اون کاخهایی که در این مدت ساختن، فرض کردیم کتابخانه ملی تاجیکستان یا که ده ها انشاءات های دیگر، فقط از این عبارت نیست. در اینجا ما وقتی که این کتاب رو ورق گردان میکنیم میبینیم که در قطار دیگر انشاءات ها پیش از آن پرچم تاجیکستان رو میبینیم، یا که خب چهره اسماعیل سامانی رو میبینیم، یا که من میبینم که انشاءات های دیگر رو میبینیم که در برابر قد بلند کردن، در برابر مدرن بودن، در برابر به طلبات امروزه معماری جواب دادن، میبینیم که گلگشت های کشور رو، پایتخت رو میبینیم که در اونجا کبودزار کرده، درخت های گوناگونی که حتی از خارج آورده شدن که نشانش در این تا این وقت تا دوره استقلال نبود ما میبینیم، یا گلگشت ها رو میبینیم که با پایتخت های دیگر کشورهای جهان پهلو میزند. و این جهت دیگری خوبی این کتاب است که معرفی کردن همون مؤسسه ها، همون انشاءات ها، اون زیبایی هایی که این انشاءات را باز هم زیباتر میکند. پهلوی تئاتر اپرا بالت چی است؟ همون باغ کوروش کبیره یا که باغ علیشیر نوایی است. همه اینها خوشبختانه در این کتاب چیکار کردن؟ جای یافتند. از این لحاظ هم این کتاب برای خوانندگان هم داخل هم بیرون جلب توجه می‌نماید. امروز در برابر اون پیشرفت‌هایی که در تاجیکستان هستند در همه ساحه‌ها، سر کرده ساحه‌های مالیوی، ساحه‌های اقتصادی، ساحه‌های تجارت و ساحه‌های دیگر، ساحه‌های ساختمان هم یکی از سمت‌هایی است که بسیار در همین دوره رشد زیاد کرده است. اساساً سهم معماران و ساختمانشان در بنیاد این انشاءات‌هایی که تاجیکستان رو تماما رنگ نمود دیگر دختن به دیگر سمت آوردن نهایت کلان میباشد. از ساختمانچی سر کرده تا استادای خطاری، تا مهندسان، تا کارگران ساحه ساختمان و معماری در آبادی این شهر ما، این وطن ما سهم نهایت کلان دارند. برای همین در همین کتاب هم همین نشان داشته است. وقتی که از کتاب تشریف عبدالرحمن احمد نظر میکنی همه این رو بر علم مشاهده میکنی و میبینی که در حقیقت دستان معماران و ساختمانچیان جمهوری همچون یک گل هست. کتاب انشاءات دوران استقلال اهمیت ساحوی داشته در آینده نزدیک و دور به آنهایی که به ساحه‌های ساختمان و معماری جمهوری تاجیکستان معروف ظاهر می‌نمایند معلومات پرارزش داده می‌تواند. خوش به حال نفری که با عزم، اراده، محبت و صمیمیت به این وطن عزیز در آبادی و شکوفاییش سهم می‌گیرد. این کتاب را با مواد تازه ضم کردند، متریال‌های نو، مواد نو را در اینجا جای کردند و ما دیدیم که یک کتاب بسیار پر ارزش برای معرفی کردن چهره دوشنبه، پایتخت عزیز ما. یک کتاب بسیار پر ارزش است. من گمان میکنم که محققان، دانشمندان، اونایی که درباره پیشرفت کشور ما در طول 30 سال پایتخت عزیز ما که ما همه چیز را از صفر به اصطلاح سر کرده بودیم، اون بناهایی که ما میدانستیم البته اونا ارزش داشتند، ما امروز دیدیم که واقعا هم ما در یک جا ایستادیم و اون چیزایی که ما امروز دستاوردهایی که پیدا کردیم همه این من گمان میکنم خصوصا در قلمرو صنعت معماری در این کتاب مندرج و منعکس است. این روزها به عمق گنج بی‌بها و دردانه پرقیمت، یعنی با شرافت صاحب استقلالی کشور، خانه‌های بلند آشیانه استقامتی، بیمارخانه‌های مجهز با تمام اسباب و تجهیزات‌های ضروری، کارخانه‌های خرد و بزرگ صنعتی، نقب و راه‌های جوابگو به استاندارد جهانی، پل‌های وسیع ماشین‌گذر و مهمانخانه‌ها، کتابخانه‌ها و دیگر انشاءات‌های مهم بنیاد گردیده و استفاده داده شدند که تقویت بخش گفته‌های بالاست. ولی در برابر این هر یک فرد ملت دوست و صاحب خرد را ضرور است که این گفته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را مرام همیشگی خیش قرار دهد. با بنیادکاری و سازندگی رو آورده احیای وطن باستانی امان را تأمین می سازیم.